باور که همین پهلوانهای ما لازم شاید اما حبیب هم میزنن. هر سخنی که شید شاو در خیالش اومد یکی از دهن کدام یاد گرفت همون را باید که بخیزه بگده خچه در حکومت شیرین کنم حبیب یا نام حبیب. خب مایل شما محبوبیتون به خاطر دین است، محبوبیتون به خاطر مسلمان بودن است، ولی دادرای عزیز ما هم ورزشکارهای کم از حبیب نداریم. هر سخنی که شید شاو در خیالش اومد یکی از دهن کدام یاد گرفت همون را باید که بخیزه بگده خچه در حکومت شیرین کنم. ما را هم برادران عزیز در مد اول قرار بدیم. مثل بین در همون گویم محاربه هایی که حبیب می براید و خواب گویم می جنگد، ما داریم موین غفورов، داریم بهروز ظهورов، داریم اعظم غفورов، لایق رجبov، محمدالله اسکندر، محمد نعیمov. این محمد نعیمov این هم امروز در یکی از شهرهای امریکا در لاس وگاس امروز محاربه دارد که مرا با طریق تلفن گفت بابا جی در حقم دعا کن که امروز من محاربه دارم. یگان مقصد از یگان حریفش تا حاضر مغلوب شدگی نیست و اینهایی که در بالا هم یاد کردم همه اینها هم آدمای نامبردارند. اگر مبالغه بدم نشود باور که همین پهلوانهای ما لازم شاید اما حبیب هم میزنن. برای همین من اینجا در مقصدم یگان کس پس زدن و یگان کس تحقیر کردن نیست، فقط این است که من میخواهم که وقتی اونها را که شما در دعاهاتون یاد میکنید اینها اولین درجه هم. ما را این پهلوانهای خود ما الحمدلله همه اینها مسلمانم، فرزند مسلمانم، همه اینها مردم تاجیکی ما هم. در برابرش برادرای از ببینید ما کیها داریم. دلشاد نظرов داریم، یکی از پهلوانهای المپی، خب خیلی معروف و مشهور. بهروز خواجه‌زاده داریم، این هم یکی از پهلوانهای جهانی است. دیگر بین رسول باقیف داریم که قریب در زبانی نه تنها مردم تاجیک، غیر تاجیک هم در دهن اون مردم هم نام رسول معروف و مشهور است که حتی در روسیه هم مقصد باز به تعلیم فرزندای ما و شما، به تعلیم مثال همین ملت ما و شما، اینها با مقصد چی دارن؟ خدمت کردیستن، مهنت کردیستن. همچنان خیرالله نظریف داریم، این هم یکی از گویم پهلوانهای جهانی است. محمد داریم به نام جگه مشهور است. پرویز صابیرov داریم، شکر محمد داریم از مردم بدخشان. همچنان محمد نبی داریم، خارکشov، سعید جلال داریم، سعیدov، پهلوان شمشاد داریم، پهلوان سامان داریم که همه اینها من اینهایی هستند که اینها الکی گویم دایم بعضی همین موسمایی که می شود اینها را ما می بینیم، ولی گفتم که بسیار اینهایش که هست من ندانستم یا فراموش کردم، لیکن من در حق یا همیشه دعاگو هستم و همیشه جانبدار هستم. پیش از آنی که در حق حبیب دعا کنم، در حق این جوانای خودمان، پهلوانهای خودمان دعا میکنم که خدای مهربان صف اینها کم نشود و دعا میکنم که خدای مهربان اینها نامبردار هم دین ما و هم نامبردار مردم تاجیک ما باشند. این برادرای عزیز، من وقتی این سوال شما را نگاه کردم در ذهن و در خیالم همین هم آمد که چرا ما امروز از پهلوانهای خودمان فراموش کردگیم؟ چرا؟ اینها هم کم نیستن. شما یک بارک داخل اینترنت چین همین نامهای من گرفتم، هر کدام چند نام شب نویس ده ها مسابقه و محاربه هاشون در روی جهان مردم تماشا میکنند. فقط برای اینها از طرف دامله های ما دعا و از طرف بچه‌های پولدار ما
دستگیری در کاره که انشاءالله اینها را اگر ما در پهلوشان باشیم، دعاشان تیم، دستگیریشان کنیم، برادرای عزیز، من با باوری کامل گفتم میتونم که اینها از همه این آدمایی که نام دارن نامدارتر میشوند. و بار دیگر هم شنیدم که در همون وقت تاجیکای ما و شما در ایرپورت ونوکووا مانده بودن که چقدر روزهای وزبینی بود، هیچ مثال طیاره پرواز میکرد، مشکلات در روی عالم بود. و ما که البته امروز نه تنها من، همه با اینترنت سر کار دارد، گفتن که انا دیگر همین رحمت هم از جانب تاجیکای ما که حبیب ما را کمک کرد. بله درست، آخر خدا خیرش کرد. برادرای عزیز، هرگاهی که دست هر یک نفر از ما و شما را میگیرد، از مسلمان را میگیرد، ما انشاءالله گمان نیک داریم، میگیم خدا برکتش کرد. ولی باز هم در اینجا یک چیز دیگر اشاره میکنیم که ما آیا در همان روزهای کرانتینی که گوییم یا همونهایی که مقصد در هر جایی که ماندن، آیا تاجیکای ما دست اینها را نگرفتن؟ آیا سخاوت پیشه هایی که ما داشتیم از جناب حبیب دیده هزارها برابر یاردم و کمک کردن؟ ما برادرای عزیز باید مثال چیزی در پیش ما نمیبینیم، چیزی دوره بعد اوش هم میبینیم. یا همون مطلهای تاجیکی که آویدنی در لایوه و دختر همسایه فلانی گفته، حاضر ما هم تری شیدگیم. برای همین من در اینترنت دیدم خدا برکت دنیا و آخرت یاد رحیم جانا، شرف جانا، بیگی جانا، برادر ما محمد که اینها یک کارنمایی نشان دادن. الله سبحانه و تعالی شما را توفیق ایمان بتیه و شما واقعا همین شیدگی هستین، دیگه چیزی نیستین. امروز همین حدیث در شأن شما ای ملاهای بدبخت بدین تویستان در شأن شما طوری است که نه توحید گفته میتونین، نه جهاد گفته میتونین، حتی از کتاب خودتون دفاع کردن میتونین. پس شما کجا علما هستین؟ شما گمراه های حدیث امام مسلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت زمان میاد که مردم به صله و کله اهل علم هستند. شما را گفت دلیل های میارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اونا هم دجالون، اونا دجال هستند که دفاع از کتاب و از سنت نمیکنن، هم کذابون، اونا کذاب هستند. گفت شما را منحرف میکنن از دین الله. خداوند اونایش که لایق هدایت هستین، الله شما را أيا دارها حييت دارا ومن